انحلال سازمان مهاجرت پروژه کیست؟ در طی روزهای اخیر جریان صهیونیستی سلطنت طلب و ملیگرا بعد از شکست فاحش در ترغیب افکار عمومی به ایجاد خشونت عمومی نسبت به مهاجرین پروژه دیگری را کلید زده است و آن هم چیزی نیست جز انحلال ایده سازماندهی مهاجرین در دولت شهید رئیسی. با استقرار حکومت طالبان در افغانستان، سیل عظیمی از افغانستانی‌ها به علت عدم امنیت در افغانستان به ایران مهاجرت کردند. در بدو ورود تعداد زیادی از مهاجرین، شهید رئیسی دستور به ایجاد سازمان ملی مهاجرت دادند و علت آن را سازماندهی مهاجرین به منظور مهاجرت معکوس و شناسایی مهاجرین برای رفع تهدیدات امنیتی بیان کردند. حال عده‌ای که در پروژه ایجاد چرخه خشونت بین ایرانیان و مهاجرین شکست خورده‌اند، به دنبال انحلال سازمان ملی مهاجرت هستند تا مهاجران سازماندهی نشوند و بتوانند از تعداد بسیار کمی از مهاجرین در جهت ایجاد خشونت علیه مردم ایران استفاده کنند.